مسلمان برادری مسلمان است با پیش وقتی که محتاج شد به قرض آمد، رسول خدا میگه در دروازه جنت نوشته دیدم که صدقه 10 برابر اجر دارد و قرض 18 برابر. گفت چی خاطر؟ به خاطر که صدقه به دست بوی کم بغل میرسد، اما قرض فقط به دست محتاج میرسد. قرض 18 برابر ثواب دارد، صدقه 10 برابر. اکنون مسلمان با مسلمان باید که قرض بتید، قرض از یکدیگر بگیرد در حالت محتاجی. او چیکار کند؟ محتاج شد، مسلمان برادر مسلمان شد کمک کند، نه اینکه با او پول بودی قرض پرسنت ببندیش، او پرسنت داده نتونه بعد برای خانه و داری رو بگیری. یا که بیچاره از ترس بعد چیکار میکنه؟ امروز هم راه همیشه همین جنایت کرد، ترسید راست میگریزه رسیه میره، بعد دیگه نه زن نه فرزند نه خانه نه در، از ترسی پرسنت خری حرام خره.